السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. انا لله و انا الیه راجعون. ما هم از آن خدا هستیم و بازگشتمان به سوی خدا. امروز بالای این اسب چوبین سوار زیر این سقف کفن تنگ غفص جوان غورمرگ چون لاله ناشکفته پژمرده شده، پدر و مادر خود چشماشان پر آب کرده با حسرت به خانه قبر روان است. عزیزان من ببینه، مرگ و جوان و پیر رابطه نداشتند. مرگ تیغ برای دارد که گردن کودکان شیرخواره را هم ببرد و گردن جوانای با نو نارسیده را هم ببرد و ثروتمند و پهلوان ها را هم. اجل به شاه و گدای جهان. عزیزان من برای خاطر محمد سعید البته سخنی نمیابم که دل اونها را آرام کنم و در این مصیبت وزنین برهم شود، لیکن ما که ایمان به خدا داریم، ما که عاشق سخنان پیغمبر بزرگواریم، براش این سخن رسول اکرم همچون تسلیت بیان میکنم، انشاءالله تسلی میابد. رسول اکرم میفرمایند وقتی که فرزند بنده مومن وفات کند، در او خانه آب دیده و دلسوزی زیاد که شود، خداوند مهربان حضرت عزرائیل تعجیلا جیغ میزند، میگوید بنده من باغ دلش گلش پژمرده کردی، میوه باغ او را کنده کردی، فرزند او را روحش قبض کردی، قبضتم ثمرة فؤاده. بنده من در مصیبت چه گفت؟ محمد سعید همراه با خانمش روحاش کند و خونشان کرد، یا گریبان چاک کرد، یا فریاد کرد مثل جاهل ها بر اینکه خدا من دیدی دیگرار نه. حضرت عزرائیل میگه الهی حمیدک ورجع. خدایا چیزی نگفت، الحمدلله گو خدایا این فرزندار تو برای من زیب خانه و روشنایی چشم داده بودی، امروز که با لازم شد اینش به سوی خود بردی، من همه در قضای تو راضیم. انا لله و انا الیه راجعون. گو پروردگار با چی میگفتن؟ ابنوا لعبد هذا بیتا فی الجنه و سموه بیت الحمد. برای این پدر و مادر دل سوخته، برای این پدر و مادر چشماشان پر آب که در قضای من راضیان، خانه زیبای در بهشت بنا کنه و نام او خانه را خانه حمد گذاره. خداوند محمد سعید ما را خاندان از این مکافات با نصیب کنه. دعا کنم خداوند ما بهتر کنه، راه دور و دراز قیامت براش آسان گردانه. خداوند بیماری سبابت نشونده اید مبتلاش کردی که رسول بزرگوار میفرمایند المبتون و شهید. هر کسی از امتهای من با کسلی های درونی میمرد شهید از خدای عظیم مقام شهادت به نصیبش گردان. روز قیامت برای پدر مادرش خداوند جای تیار کن و شافعش گردان. آمین یا رب. البته این حافظه هست انقدر تکلیفاتی بندگی این بالاش نیست، به هر حال بالغ شدگی از چیزی از نماز روزه بر ذمه‌اش باشه، خداوند غفور و رحیم میبخشه. اما قومای عزیز جویار و جورهاش گفته نمیشه از شمایگان چی پول قرض گرفته باشه، امانت با شاهد حجت بیمیتیان و دیگر کدام به شما را آزار و غیبت کرده باشه، خواهش بکنیم بخشه. خداوند بخشنده ها رو دوست بداره، خدا همه نگاه داره. بچه های خوشرو شما را عمر دراز